بله، سلام علیکم. عبدالستارم از افغانستان، ولایت هرات. از این برنامه شما بسیار انشالله رحمان ما خوشنودیم و خوشحال شدیم و خوشحال میشیم راجع به این سخنهای شما، راجع به پیش برد برنامه شما و از شما بسیار تشکری میکنیم. بسیار از خداوند متعال به شما آرزومند کمک زیادترم که شما رو کمک کنه انشاءالله رحمان. خدا حافظ شما، زنده باشید. سلام عرض میکنم. کمال اسلام از بانه. خدمت جناب انصاری و همکار عزیزشون سلام و عرض ادب دارم. واقعا خسته نباشید بهشون میگم. من در ارتباط با موضوع هدایت میخواستم یه مقدار صحبت کنم. هدایت اولا هدایتی که از جانب الله تعالی باشه، اختصاص نداره به شیعه و سنی و مذاهب و مسالک دیگه. من مثلا تو شهرمون بانه خدا رو شکر میکنم، مساجدش پر میشه از آدمای جوان، آدمای فهمیده و کسایی که مطالعه کردند و خدا رو هزار مرتبه شکر با بینش دارن عبادت میکنند و به معنای واقعی کلمه خیلی هاشون رسیدن. اما متاسفانه در همین شهر ما کسایی هستن که معتقد هستن به شیخ و به مقبره و اینجور مسائل. یه پیرمراد داریم تو بانه که عده‌ای مخصوصا میرن برای زیارت، ازش طلب حاجت میکنن، ازش بچه میخوان، ازش میخوان که مشکلاتشون حل کنه. من امیدوارم هر کدوم از همسر عزیز من که این پیامو میشنوه اون توحید واقعی رو پیدا کنه تو بین همین جوانای شهرمون. جمعه ها بره تو مساجد برای نماز ببینه اونجا چه خبره و هدایت واقعی رو از خدا بخواد، کمک واقعی رو از خدا بخواد. ما وقتی تو نمازامون روزی چندین دفعه تو نیایشامون چندین دفعه فقط میگیم خدا از کمک میخوایم، فقط تو رو پرستش میکنیم، خب باید عملا هم بهش ایمان داشته باشیم. در حال از برنامه خوب سپاسگزارم، موجب هدایت خیلی ها شده. خدا را شکر میکنم. امیدوارم روزی بیاد که ما آثار شرک و در هیچ جای دنیا نبینیم، چون در داوره، چون واقعا به قول روح کسایی که آزاده هستن آزرده میشه با این مسائل. موفق باشید.